مالیات بر واحدهای لوکس و گران قیمت. سلام، ارادت. به یک سری زمین ها و ساختمون ها مالیات خانه های لوکس و گران قیمت میخوره. شامل دو دستن: زمین های دارای اعیانی، یعنی دارای ساختمان، که ارزش روز اون ساختمون ها بیش از 30 میلیارد تومان باشه، و دو، زمین های فاقد اعیانی، یعنی زمین بایر، که ارزش روزش بالای 50 میلیارد تومان باشه، طبق قانون بودجه سال 404. یعنی این اعدادی که اعلام کردم مال سال 404. چقدر مالیات بهش میخوره؟ 0.2%. یعنی چی؟ یعنی اگر یک ساختمونی شما داری که ارزشش 50 میلیارد تومنه، شما 30 میلیاردش معافه و 20 میلیارد دیگرش رو ضرب در 0.2% میکنید. مالیاتیه که باید بابت خونه لوکستون پرداخت کنید. دو تا معافیت داریم: اولا اونهایی که در حال ساختن معاف از این مالیاتن. دوما اگه یک نفر فقط یک واحد داشته باشه و اون واحد مشمول همچین مالیاتی بشود، به شرط اینکه تملکش 10 سال از روش گذشته باشه، تا 2 برابر عددی که گفتم معافیت داره. یعنی 2 برابر 30 میلیارد تومان معافیت داره. الباقیشو باید بره مالیات بده. ارادت.